خب گفتگوهای طولانی و فشرده‌ای داشتیم. از 10 صبح شروع کردیم تا الان که نزدیک به ساعت 6 بعد از ظهر هست. جلسات متعددی برگزار شد به صورت غیر مستقیم. البته آقای بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان زحمت زیادی امروز کشیدن، هم از باب میهمان نوازی و میزبانی و هم از باب انتقال صحبت‌ها و پیام‌های طرفین به هم دیگه. چندین دور این جلسات برگزار شد، صحبت‌هایی که ما با ایشون داشتیم و بعد ایشون با طرف مقابل داشت. نقطه نظرات ما بعد از این مدت طولانی که صحبتی نداشتیم به هم دیگه منتقل شد. این خیلی مهم بود. نگرانی‌های ما منتقل شد و منافعی که برای ما هست، حقوقی که مردم ایران دارن، همه مواردی که باید گفته میشد به نظرم که در یک جو بسیار خوبی منتقل شد و دیدگاه‌های طرف مقابل هم شنیده شد. در مجموع میتونم بگم که شروع خوبی بود، ولی ادامه اون منوط به این هست که ما در به اصطلاح پایتخت‌ها مشورت‌هایی رو انجام بدیم و در مورد چگونگی ادامه تصمیم بگیریم. این که عرض میکنم در مورد نفس ادامه تقریبا توافق نظر وجود داشت و قرار شد که ادامه پیدا کنه، ولی اینکه زمانش، چگونگیش، تاریخش، اینها رو در مشورت‌های بعدی که از طریق آقای البوسعیدی انجام خواهد شد انشاءالله تعیین میکنیم. همونطور که عرض میکنم به نظرم فضای خوبی حاکم بود و در یک جمله میتونم بگم شروع خوبی.